به نام خدا. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. امشب میخوام براتون داستان حمید و مسواک جادویی رو تعریف کنم. یه روز صبح وقتی خورشید تازه از پشت کوه‌ها سرک کشیده بود، حمید با صدای پرنده ها از خواب بیدار شد. با چشمای خوابالود به سمت آینه رفت تا خودشو ببینه. اما وای، روی دندوناش چند تا هیولای کوچولوی قندی نشسته بودن و میخندیدن. یکی از اون هیولاها گفت ما دیشب مهمونی شکلات داشتیم، حالا دیگه اینجا خونمونه. حمید جا خورد و گریهش گرفت. دوید پیش مامانش و گفت مامان، یه عالمه هیولای قندی روی دندونامن. مامان لبخند زد و گفت نگران نباش پسرم، باید از مسواک جادوییت کمک بگیری. حمید پرسید مسواک جادویی؟ کو؟ مامان با لبخند مسواک آبی رنگشو داد دستش و گفت اگه با حوصله و دقت دندوناتو بشوری، این مسواک تبدیل میشه به یک قهرمان بزرگ. حمید خندید و شروع کرد به مسواک زدن. بالا، پایین، چپ، راست، دور تا دور دندوناشو مسواک زد. هر بار که مسواکو حرکت میداد، یکی از هیولاهای قندی با جیغ کوچولو ناپدید میشد و از داخل آینه صدای برق زدن دندونا بلند میشد. وقتی کارش تموم شد، آینه درخشان شد و دندونای حمید برق میزدن. از اون روز به بعد حمید هر صبح و شب با لبخند میگفت وقت قهرمانی با مسواک جادوییمه. و هیچ هیولای قندی دیگه نتونست به دندوناش نزدیک بشه. بچه های خوب، اگه مثل حمید روزی 2 بار با علاقه دندوناتون رو مسواک بزنین، دندوناتون همیشه برق میزنه و هیچ هیولای قندی جرأت نمیکنه نزدیکشون بشه.